سلام. قطعا که شما سانسوریا، اریکا و پتوس رو میشناسید. این ستا رو آوردیم اینجا گذاشتیم با سپر که بهتون توضیح بدیم که اگر میخواین خواب خیلی بهتری داشته باشین تو جایی که میخوابین، اون دی اکسید کربنی که ممکنه از کولر و چیزهای دیگه تو اتاقتون تولید میشه از بین بره و اکسیژن زیادی تولید شه، حتما این سه تا گیاه رو توی اتاق خوابتون لطفاً و محل خوابتون نگه دارید و برای عملکرد بهتر ماهی یک بار این برگاشو با دستمال به آهستگی تمیز کنید. سپاسگزار از اینکه توجه کردین. یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور.